özcan deniz خواننده محبوب ترکیه به خاطر پرونده فساد ممنوع الخروج شده و این قضیه باعث شد که صبرش تموم بشه و سکوتش رو بشکنه و اظهارات جنجالی انجام بده. اگر میخواین کامل این خبر رو بشنوین حتما تا انتها با سلبی سودا همراه باشید. حدود 5 ماه پیش بود که خبری مثل بمب توی فضای مجازی صدا کرد. اینکه özcan deniz به خاطر همسر ایرانیش خانواده خودش رو از خونش بیرون انداخته که اتفاقا ما هم ویدیو این خبر رو واسهتون تهیه کردیم. اگه دوست داشتین دوباره یه سر به اون ویدیو بزنین. ولی با صحبت‌هایی که رد و بدل شد و بررسی‌هایی که رسانه‌های ترکیه انجام دادن مشخص شد که قضیه فراتر از این صحبت هاست و özcan deniz آدم بد این داستان نیست. در واقع گفته‌ها حاکی از اینه که özcan سالهای طولانی بوده که مادر و خواهر و برادر بزرگترش رو زیر بال و پرش گرفته بود و ازشون حمایت مالی خیلی خوبی میکرد. برادر بزرگترش رو به عنوان مدیر شرکت خودش قرار داده بود و در واقع همه اختیارات مالی هم یه جورایی در دسترس برادرش بود. ولی به خاطر جرایم مالی که چندین بار برادرش مرتکب میشه özcan به سیم آخر میزنه و میگه که دیگه کلا راهم رو از برادرم جدا میکنم. گویا مادر و خواهر özcan هم طرف ارجان یعنی برادرش رو میگیرن و میگن که تقصیر سمردادگر هست که özcan رو از ما جدا کرده و حتی خواهر özcan deniz استوری های ناشایستی در ارتباط با سمردادگر منتشر کرد. حالا بعد از گذشت 5 ماه این اختلافات همچنان پابرجاست و حتی عمقی‌تر هم شده. داستان اینه که برادر özcan یعنی ارجان deniz اخیراً باز در مورد همسر özcan اظهارات ناجوری کرده که باعث ناراحتی شدید özcan شده. از طرفی برادرش که قبلا هم به خاطر فرار مالیاتی متهم شناخته شده بود گویا اوراق ساختگی تهیه میکنه که بخواد özcan رو هم تو قضیه مالیات به دولت ترکیه خطاکار جلوه بده و همین باعث شد که özcan deniz ممنوع خروج بشه و حسابی توی دردسر بیفته. این چند اتفاق روی هم باعث شد که özcan deniz بعد از ماه‌هایی که سکوت اختیار کرده بوده و به قول رسانه‌های ترکیه تو این اختلاف خیلی متین‌تر و عاقلانه‌تر از خانواده‌اش برخورد کرده بود با یکی از شبکه‌های ترکیه در این ارتباط مصاحبه‌ای انجام بده. özcan deniz همین چند روز پیش در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه بیاض ترکیه گفته که مشکلی که بین من و برادرم هست فقط بین ما 2 نفر باید باشه. اینکه برادرم هر جا که نشسته در مورد همسر من صحبت‌های نادرستی کرده واقعاً جای تأسف داره. özcan تأکید کرد که من به شدت معتقدم تو هر دعوا و اختلافی باید از آزار رسوندن به زن و بچه‌های همدیگه دوری بکنیم. این چیزی هست که من شدیداً بهش معتقدم و هیچ وقت انجام نمیدم چون در سطح و شأن من نیست. برادر من تو رسانه ها نشسته و حرفای نادرستی در مورد زن و بچه من زده. این رفتاریه که حتی از نظر قانونی هم جرم حساب میشه. تو با من مشکل داری و باید مشکلت رو با خود من حل و فصل بکنی. بیشترین چیزی که من رو ناراحت و عصبانی کرده همین مسئله است که پای زن و بچه من رو وسط کشیدن و به اونها اهانت کردن. وگرنه تو مسائل حقوقی من میدونم و مطمئنم که حق با منه و همه چی به زودی مشخص میشه. جالبه که بدونید özcan deniz چندین میلیون لیر به خاطر بدهی‌هایی که برادرش با فعالیت تو زمینه ملک و املاک بالا آورده بوده متضرر شد. به گفته مطبوعات özcan چندین واحد آپارتمان رو فروخت تا بتونه بدهی‌ها رو صاف بکنه و در واقع پشت برادرش رو خالی نکرد و حمایتش کرد. ولی گویا برادرش مدعی شده که من چیزی از این شرکت عایدم نمی‌شد و اصطلاحاً از özcan به من خیلی نرسیده. یه چیز جالب که باید بدونید افشاگری هست که یکی از نزدیکان کاری özcan و ارجان انجام داده. این شخص که سالهاست با این 2 برادر کار میکنه اسمش نعمت öztaş هست. اون گفته که ارجان دروغ میگه. اون درآمد شرکت رو تماما خودش دریافت میکرده و اینکه با مظلوم نمایی میگه من مستاجر هستم، بله مستاجره، ولی به این خاطر که برای همسر قبلی و همسر فعلیش هر کدوم یک ویلا خریده. ارجان میگه من ماشینی زیر پام نیست و این هم دروغه. خودش 2 ماشین لوکس داره، بچه‌هاش هم هر کدوم یه بنز دارن و حتی برای زن سابق و همسر فعلیش هم ماشین‌های لوکسی خریده. نعمت öztaş در ادامه یه چیز جالب هم گفت.
اینکه من هنوزم از طرف özcan مسئولیت دارم که فاکتورها و هزینه‌های زندگی مادر و خواهرش رو پرداخت بکنم. یعنی özcan هنوز هم داره اونها رو از لحاظ مالی ساپورت میکنه، ولی اونها در حقش نامردی کردن. و جالبتر این که به گفته نعمت استاش، özcan دنیز نه تنها حمایت مالی خواهر و مادرش رو قطع نکرده، بلکه کوچکترین بی‌توجهی هم نسبت به همسر سابقش یعنی خانم فیضا انجام نداده. نعمت تاکید کرد که همه چی به صورت مستند تو سیستم‌های ما موجوده. ما موظفیم با درآمد özcan دنیز تمام هزینه‌های زندگی فیضا رو پرداخت بکنیم و هر ماه نفقه اون به صورت مرتب تمام و کمال پرداخت میشه و چیزی کم و کسری نداره. شما حتی از خود فیضا هم میتونید پرسجو بکنید یا حتی از مادر özcan دنیز بپرسید که بهتون خواهد گفت ما همین دیروز اجاره خونشون رو طبق روال همیشه پرداخت کردیم. اینها اگر ادعا میکنن özcan در حق اونها ظلم کرده، باید گفت که حمایت از خانواده اگر این کارهایی نیست که özcan دنیز انجام میده پس چیه؟ خلاصه که قرار دادگاه باید صادر بشه تا حقایق بین این دو برادر مشخص بشه. ویدیوی ما همینجا به پایان میرسه. اگر خبر جدیدی در این ارتباط بود حتما با شما به اشتراک میذاریم. خیلی متشکرم که مثل همیشه همراه هستید. البته که کامنت رو فراموش نکنیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. Çok tecrübe edilir. Hayat ona birçok şey öğretir, birçok şey gösterir. Bir yerde Voilà qui je suis, me voilà même si besliyorum sana karşı sevginin içindeki aşkın alası. Hiçbir şey görmedin, hiçbir şey yaşamadın. Değil, bana görmediğin, bilmediğin. mise à nu j'ai peur